دوستان گرامی، امیدوارم که صحت و سلامت هستین. روز 19 سپتامبر در انهمی ورزشگاه مرکزی لیگ چمپیون ها دایر بشود. یعنی لیگ چمپیون های آسیا با اشتراک دسته های استقلال تاجیکستان و الدوحیل قطر. همه شما را برای تماشای این بازخوری دعوت می‌نماییم. همزمان نظر مخلصان فوتبال را در مورد این بازخوری حتما که از مخلصان پرسان شدیم. بیاد می‌بینیم که آنها چی میگویند. من روز 19 سپتامبر با یکی از دسته‌های قطر بازی میکند استقلال. ما باوری کامل داریم که با دستگیری مخلصان غلبه را به دست می‌آورد. استقلال به پیش، ما به شما باوری داریم. ما همیشه نگاه نکرده به چند میشه، ما همه وقت ای پیشتی تاجیکستانه و این تاجیکستان دستگیری البته این باعث افتخار است که امروز در فضای صلح وطن عزیزمون چنین مسابقه های سطح بلند درجه ورزشی برگزار می‌گردد و ما با یک سر دل خوش سر بلند بلیط گرفته وارد ورزشگاه می‌شویم و از بچه‌ها خواهش می‌کنیم که برای جمعیت 10 میلیون نفره بسیار یک بازی خوب کنند ما را خوشحال سازند. ما امید داریم که ان شاءالله بچه‌ها میزنن این بازی دام پیروز میآیند. البته استقلال غلبه میکنه، ما با استقلال باوری داریم. استقلال ما بازی دارد، مرحمت کنه مردم بیاید ان شاء الله دستگیری کنه استقلال ما را، استقلال ما با پیش.